سلام رفقا، چطورین؟ آقا بالاخره این فیلمی که خیلی وقت بود می‌خواستم بذارم براتون رو رکورد کردم. سوالایی پرسیده بودید، دوست داشتم جوابشون رو بدم. چون داشتم مهاجرت کردم، چند سالمه، چی شد که مربی شدم، آیا واقعا نچرالی همه این سوالا رو جواب میدم. خب سوال اول این که واقعا نچرالی؟ آره واقعا نیازی به دروغ نیست. این بدن رو میشه نچرال به دست آورد، فقط نیازمند استمرار، مهمترین رکن قطعا تمرین و تغذیه اصولی. حالا اصولی کلمش کلیشه است ولی طبیعتا نیاز داره خیلی دقیق برای هر فرد تنظیم بشه و به این صورت نباشه که یک برنامه ورزشکار رو اجرا کنه، 2-3 ماه بره تمرین، نتیجه نبینه و دل سرد بشه از باشگاه. من چیزی که به همه ورزشکاران میگم اینه که قول رو بهتون میدم بعد از یک دوره شما تغییرات رو قطعا ببینید، ولی از اونجایی که نچرالید قرار نیست تغییرات خیلی عجیب غریب و بزرگ باشه، ولی قطعا وقتی ببینید تغییر سایز دارید، وقتی ببینید تغییر وزن دارید، خب واسه انگیزه ادامه راهتون میشه. ما هم بلند شده. سوال بعدی این که ای بابا موهام اذیت میکنن. سوال بعدی این که متولد چه سالی هستی؟ من متولد 7/8/1380ام، تقریبا داره میشه 23 سالم. این سوالم خیلی پرسیده بودید، حالا نمیدونم چرا انقدر کنجکاوی داره قد و وزن من، ولی قد من 183 و وزنم حالا بسته به دوره حجم کات بین 90 تا 80 تقریبا متغیره. سوال بعدی این که اهل سیگار، قلیون یا مشروب هستی؟ این سوال دوست داشتم جواب بدم، چون حالا به غیر از بحث سلامتیش، بحث مربیگری که طبیعتاً مانع رشد عضلات میشه، کند میکنه این روند رو، بحث حالا هم یه قشری از شاید جوونا حس میکنن شاید سیگار و قلیون جذابشون کنه و به شخصه برای من دقیقاً نقطه عکسه و من ارتباطم رو با افرادی که حالا یا دود استفاده میکنن یا مشروب به صورت خیلی زیاد محدود میکنم، شایدم بیشتر مورد سوال قرارش بدم. و سوالی که بیشتر از همه پرسیده بودید، به کدوم کشور مهاجرت کردیم؟ من در حال حاضر حدود 4 ماه هستش یا 5 ماه هستش که مهاجرت کردم و به کشور رومانی اومدم. حالا چرا این کشور انتخاب کردم و چی میخونم رو بذارید چند ماه دیگه حتما در موردش مفصل‌تر صحبت میکنم که بتونم اطلاعات کامل‌تری بهتون در این باره بدم. خب سوال بعدی این که چی شد مربیگری رو شروع کردی؟ من روزی که شروع کردم باشگاه رو حدود بعد حالا 6 ماه 1 سال متوجه شدم چند تا از عضلاتم نسبت به بقیه عضلاتم عقب‌تره، بدنم حالت عدم تناسب داشت و مربی‌ها برنامه‌های عادی میدادن دیگه، حالا اینو بزن اونو بزن، چیزایی که فکر می‌کردن درسته و من شاید از 50 تا بیشتر مربی پرسیده بودم. طبیعتاً اون زمان خیلی فضای مجازی نبود بخوام اطلاعات خیلی دقیقی از مربی مختلف بگیرم. جواب خیلی خوبی نمی‌گرفتم، جوابای مشخصاً از عدم شاید آگاهی کامل می اومد و باعث میشد حالا نه من رشد کافی رو داشته باشم و همین که به فکر مطالعه بیفتم و همین باعث شد من تمام پادکست ممکن در مورد حالا اون یه سری عضلات، تمام روش‌ها، سیستم‌های تمرینی برای رشد اون عضله رو امتحان کنم، مطالعه کنم، در موردش تحقیقات شخصی داشته باشم در مورد هر کدومشون و این باعث شد که متوجه بشم حالا نسبت به افرادی که تو باشگاهن چقدر من اطلاعات بیشتری دارم، حتی مربی‌ها رو میتونستم به چالش بکشم به خاطر مطالعاتی که داشتم و این شد که رفتم حالا گفتم حالا که تا اینجا علمشو دارم برام ببینم هم رشته تربیت بدنی به چه شکل هستش، هم این دوره‌هایی که فدراسیون برگزار میکنه به چه شکل هست. یه تربیت بدنی با یه سری از دانش آموخته‌هاش و با یه سری از حالا دانشجوهای دیگه صحبت کردم و عملاً متوجه شدم که چقدر سطح علمی دانشگاه میتونه پایین باشه. حالا دانشگاهی که من می‌خواستم ثبت نام کنم حداقل توی رشته تربیت بدنی خیلی جذاب و جالب نبود. باعث شد از خوندن تربیت بدنی تو ایران منصرف بشم و گزینه دیگه فدراسیون بود. باز تو اون دوره تقریبا 99% موارد تکرار همون چیزایی بود که من مطالعه داشتم. خلاصه فهمیدم که مطالعه و تحقیقات خیلی ارزش بیشتری داره، خیلی اطلاعات بیشتری بهت اضافه می‌کنه تا این دوره‌های حالا فدراسیون و دوره‌های مختلف. خب بچه دیگه دارم میرم تو اتاقم. حتما تو کامنت ها واسم بنویسید اگه سوالی دارید، میخواد علمی باشه یا میخواد شخصی باشه، حتما توی ویدیوهای بعدی جوابشو میدم. فعلا